بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز، ما و شما دیروز در منهج توحیدی تشریعی در جزء دوم در سوره بقره به آیت 177 رسیده بودیم. تا آیت 177 درس خوانده بودیم و مطلب دوم امروز ما و شما احکام تشریعی قضایی را میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. به ادامه بیان منهج توحیدی تشریعی در نظام تشریعی الهی، دومین مطلب احکام تشریعی قضایی هست. در آیت 178 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کتب علیکم القصاص. کتب به معنای فرض، فرض کرده شده، علیکم بالای شما، القصاص یکی از احکام تشریعی قضایی الهی قصاص هست که وقتی یک کسی قتل عمد میکنه و قتلش عمدی هست، خطایی نیست و شبه عمد هم نیست، در قتل عمد، اینجا وقت محکمه الهی هست، در محکمه الهی قصاص است. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کتب علیکم القصاص فی القتل، فرض کرده شده از قصاص در کشته شدگان. الحر بالحر، اینجا آزاد در مقابل آزاد، و العبد بالعبد، عبد غلام در مقابل غلام، و الانثى بالانثى، خانم در مقابل خانم. فمن عفی له من اخیه، پس هر کسی که عفو کرده شد بر از او، من اخیه، از برادر مؤمنش، یعنی اگر جانب مقابل قاتل عفو کرد، فاتباع بالمعروف، پس مطابقت به معروف میشه، و اداء الیه به احسان، بر از او با احسان و نیکی، اما حقی که باید بر از اونها داده شود ایره باید ادا بکنه. ذالک تخفیف من ربکم، الله متعال میگه یک نوع تخفیف است از جانب پروردگارتان و رحمت است. فمن اعتدى بعد ذلك، پس اگر کسی اعتدا میکنه بعد از از شما، بر از او عذاب دردناک هست. و الله متعال دومین نقطه را بیان میکنه در نظام قضایی اسلام که ارزش قضا هست در جامعه اسلامی. ولکم فی القصاص حیات، و بر شما در قصاص زندگی هست. یا اولی الالباب، ای صاحبان قلب سالم، لعلکم تتقون، در قصاص زندگی هست. یعنی وقتی قصاص میشه، جامعه اسلامی، جامعه که انسان ها در زندگی میکنن، حتی مسلمان ها و غیر مسلمان ها هم در زیر بیرق اسلام زندگی میکنن و شریعت الله اونجا تطبیق میشن. این جامعه حیاتش در چی هست؟ در این است که برای یک مجرمی که قاتل هست و عمدن قتل کرده، این باید قصاص شود. و این قصاص که هست، در این زندگی بقیه مردم هستند. و مثل ازی که مثلا یک نفر دستش چی میشه؟ سیاه میشه استخوانش، و دکتر برش میگه که اگر امی دست سیاه شما را امیر قطع نکنیم، امی استخوانتان تا اینی قسمت آرنج سیاه شده، از بین رفته، نابود شده، به دردتان نمیخوره.
و اگر این قطع نکنیم این سیاهی بالا میه و تمام اعضای بدنتون چی میشن؟ سیاه میشن. پس اینجا الله متعال برای ما و شما عقل داده و ما و شما میفهمیم. پس امی خود کسی که دستش سیاه شده و استخوانش سیاه شده مریض است، خودش پیشنهاد میکنه که باید چی شوه؟ باید دست ازی قطع شوه. این حالی این پیشنهاد ای به خاطر چی کرد؟ به خاطر ازی پیشنهاد کرد، به خاطر باقی ماندن اعضای بدن، دیگه اعضای بدن و پولام میده و میره عملیات میکنه و این دستش قطع میکنه. اینمی انسان که از در این جامعه اسلامی مثل چی هستن؟ در جامعه اسلامی مثل کل اعضای بدن وارست. هر فرد، هر انسان در این جامعه مثل چی هست؟ مثل یک عضو بدن از این جامعه هست. این حالا اگر این قاتل با جنایت خود سیاه شده، حالا میخوایم که این جامعه حیات خود نرمال پیش ببره، باید این قاتل قصاص شده که دیگرها پند بگیرن و دیگه کسی جرأت امی جنایت نکنه. و این هست حکم چی؟ حکم قصاص. سوم حکم وصیت است. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، میگه فرض شده وقتی که بر یکی از شما مرگ به، ان ترک وصیتو ان ترک خیرا، اگر چی مال گذاشته باشه الوصیه. این حال این وصیت که است دو قسم است. یکی وصیت برای اعضای خانواده و به کسایی هستن که اونا مستحق میراث هستن. از این خاطر علما میگن که این آیت بعد از اینکه آیات میراث نازل شد، حکم از این یعنی وصیت کردن برای چی؟ برای کسایی که از اهل خانواده ازی هستن و برشان حق میراث تعیین شده، برای اونا باز وصیت نیست. لا وصیت لوارث. رسول الله صلی الله علیه و آله گفته که برای وارث وصیت نیست، چرا اونا حقشان از طرف الله تعیین شده. باز میگن دیگه باقی مانده از یک یعنی دو بخش داشت، یکی وصیت برای وارث است، یکی به غیر از ورثه. مثلا من فوت کردم، یکی ورثه ایم است که اولادایم و خانم و اینیا کسایی که اینا ورثه هستن، برای از اینا من نمیتونم وصیت بکنم. اما برای دیگرها اگر از مال خود از ثلث مال وصیت میکنم، این باز این حکمش باقی مانده. از این خاطر این آیت علما میگن که حکمش با نزول این آیت منسوخ شده و بعضی علما میگن که نخیر، اذا کان فی نسخ ذلك تنازع بین اهل. امام طبری میگه لم یکن لنا القضاء علیه بانه منسوخ الا بحجه. خب این حال ایره چی میگن؟ فی حالت واحده، یک حالت است. و امام ابن کثیر میگه که اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين وقد كان واجبا على أصح القولين قبل نزول آیات المواريث. فلما نزلت، میگه وقتی که نازل شد امی آیات میراث، یه چی شد؟ نسخت هذه وصارت المواريث المقدره فريده من الله. او میراث ها چی شدن؟ و علامه ابن کثیر بعضی که قولا رو ذکر میکنن، ولكن على قول هؤلاء الله يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر لأن آية الميراث إنما وقعت حکم بعض افراد ما دل علیه عموم الآیه. یعنی خلاصه ای که علما به این نظر هستن، علامه ابن کثیر و دیگه علما میگن که این در قسمت چیز منسوخ است، یعنی وصیت به وارثین نمیشه، اما به غیر از وارثین اگر بر بیگانه ها کس چیز از مال خود توصیه میکنن یا از خودیایی که حق چیز نیستن، میراث خورش نیستن، این حکم بر از اونا باقی است. از او خاطر الله متعال میگه که کتب علیکم اذا حضر، فرض شده بالای شما وقتی که بر کس حضر احدکم الموت، به یکی از شما مرگ برسه، ان ترک خیرا، اگر مال گذاشته است، الوصیة للوالدین والاقربین، وصیت به والدین و اقربین بالمعروف حقا علی المتقین، حق از بالای متقیان. و اینی حکمش برای والدین و برای اقاربی که میراث هستن اینیش منسوخ است، اما برای دیگران باقی هست. فمن بدله، پس هر کسی که تبدیل بکنه امی وصیت بعد ما سمعه، بعد ذکر میشنوه، فانما اثمه علی الذین یبدلون، گناهش بالای کسایی هست که این وصیت تبدیل میکنه. ان الله السمیع علیم، یقینا که الله سمیع و علیم هست، یعنی بسیار شنوا و بسیار عالم است. و پنجمی حکم اصلاح طلبی در وصیت است که فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم
فلا اسم علیه. اگر از طرف وصیت کننده چی می باشه؟ وصیت کننده مثلا انحراف یا گناه احساس میشه، بالاخره امو جانب مقابل اونا را اصلح بینهم اصلاح میکنه در بینشان، فلا اثم علیه، در بین بالا از گناه نیست. ان الله غفور رحیم، یقینا که الله سبحانه و تعالی بسیار مغفرت کننده مهربان است. مطلب سومی ما و شما اول مطلب موضوع اعتقادی را گفت، باز احکام تشریعی قضایی را گفت. آل احکام تشریعی مطلب سوم در عبادات است. آیات دیگر در این باره هست، یا مثلا نظام عبادات اسلام هست. در نظام عبادات اسلام احکام بیان شده در این آیات. اول حکم روزه و حکم رمضان در نظام عبادات اسلام. الله متعال این احکام عبادات بیان میکنه. اول حکم فرضیت روزه هست. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. الله متعال میگه که ای مؤمنان فرض کرده شده است بالای شما روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، امو قسم که بالای امتهای قبلی این روزه فرض شده بود، لعلکم تتقون، شاید که شما تقوا حاصل کنید. یعنی خود امیر روزه برای چی هست؟ برای ازی هست که الله متعال میگه که این فرض شده که شما روزه بگیرین تا که یک ماه یک کورس تعلیمی و تربیوی و ترنینگ تقوا هست که انسان صاحب تقوا شود. یعنی مثلا روزه میگیره و درس میخونه و قرآن میخونه و با معنای قرآن به قرآن تدبر و تفکر میکنه، مثل که ما و شما میخوانیم، و به این شکل انسان مسلمان در یک ماه تقوا حاصل میکنه و 11 ماه دیگه با امید تقوا زندگی میکنه. حکم دوم که است حکم روزه مریضا و مسافرها هست. ایام معدودات، امی روزه که است ایام شمرده شده هست. امی یک ماهی که به حساب ماه هجری قمری محاسبه میشه، اولش تا آخرش 29 روز شد یا 30 روز شد نظر به مهتاب. فمن کان منکم مریضا، اگر کسی در این ماه مریض باشد، اولا سفر یا در سفر باشد، فعدت من ایام آخر، پس برازی چی است؟ برازی فرصت است که مثلا به روزهای دیگی باز روزه بگیره. یعنی اگر مسافر بود یا مریض بود و در این وقت برش اجازه هست که افطار بکنه، افطار کرد، فعدت من ایام آخر، یعنی حساب بگیره روزهای دیگه. مریض و مسافر روزایی را که روزیشه اینا افطار کردن، باز میشه به عوضش قضایی بگیرن روزای دیگر. و علی الذین یطیقونه، و علی الذین، و بر کسانی که یطیقونه فدیه طعام مسکین، یعنی بر کسانی که طاقت روزه گرفتن ندارن، یعنی مریض های کسایی هستن که مریضی دارن که اونا روزه گرفتن نمیتونن و مریضیشان هم قابل علاج درمان نیست، پس اینا چی کنن؟ اینا فدیه بتن به طعام مسکین. و یا کسی هست که از نگاه سنی سنش بسیار زیاد شدن و نمیتونه که روزه بگیره، یعنی در سن شیخوخیت رسیدن، کهنسال است بسیار زیاد، این نمیتونه روزه بگیره. پس او کسی که مریضی داره که لاعلاج هست یا پیر ضعیف هست که نمیتونه هیچ روزه بگیره، بنان بر ازی یا چی هست؟ فدیه هست که در مقابل هر روز فدیه میتن. او چی هست؟ طعام مسکین است که طعام دادن به یا غذای مسکین ها هست. فمن تطوع خیرا، پس هر کسی که تطوع کرد، نفلی کاری کرد، فهو خیر له، او بهتر از برش. و ان تصوموا، و اگر شما روزه بگیرین، خیر لکم، بهتر از بر شما، این کنتم تعلمون، اگر شما بفهمین. سوم حکم فرضیت روزه با دریافت ماه رمضان است. یعنی چه وقت روزه فرض میشه؟ وقتی که کسی در ماه مبارک رمضان زنده باشه و ایماره بیافه. الله متعال میگه شهر رمضان، ماه مبارک رمضان، الذی، او ماه هست که انزل فیه القرآن، یعنی در ماه مبارک رمضان افضلیت ایمایی است که در این ماه قرآن عظیمشان نازل شده. قرآن عظیمشان هدی للناس، که هدایت است برای مردم، و بینات من الهدی والفرقان، و دلایل روشن است از هدایت و
فرق بین حق و باطل. انال قرآن عظیم شان هدایت است برای کل بشر. شاید بعضی بگن که اینجا گفته للناس برای تمام بشریت، یکی هدایت علم است و یکی هدایت توفیق است. هدایت علم هر کسی از نگاه علمی میتونه قرآن یاد بگیره و مفاهیم قرآنی را یاد بگیره، اما هدایت توفیق باز برای متقین است که هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. او باز هدایت خاص است که انسان مسلمان هم از الله هدایت علم بخواهد و هم توفیق ایمان و هدایت از الله بخواهد که این توفیق نصیب بکنه و هم توفیق استقامت که در راه مستقیم باشه. الله متعال در مورد ماه مبارک رمضان میگه که فمن شهد منکم الشهر، پس هر کسی از شما که حاضر در این ماه شوه، یعنی در این ماه زنده باشه و این ماه را بگیره، فلیصمه، پس باید این ماه را روزه بگیره. و من کان مریضا، اگر کس مریض باشه و علی سفر یا در سفر باشه، فعدت من ایام آخر، باز این روزه را میتونه بخوره و تعداد امی روزهایی را که افطار کرده در روزهای دیگه روزه بگیره. این حکم الله متعال میگه که مثلا برای مریضا و برای مسافرها اجازه داده شده است که مثلا یک خانمی که حمل داره، این خانم میشه که امی خانمی که حمل داره طفلش زای نشه یا میترسه که اگر من روزه بگیرم طفلم زای میشه، یا مریضای دیگه هست که نمیتونن روزه بگیرن، تکلیف گرده و قلبی و از تکلیف ها می داشته باشه، اینال بر از اینا اجازه هست، یا خانم طفل خدا شیر میده یا کسی در سفر است، پس بر از اینا میتونن که روزه را بخورن و اینا با این روزه خوردن خود، یعنی این روزه را که افطار کردن، الله متعال میگه که این برای چی هست؟ یرید الله بكم اليسر، الله میخواه که بر شما آسانی بر شما میخواه، یعنی الله بر رحمت خود میخواه سر بنده های خود آسانی بکنه و تکلیف از اونا را به اندازه نسازه که بدون توان و طاقتش نداشته باشن. فمن شهدم اخاب یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، و الله بر شما اراده سختی نکرده، ولی تکمل العدة، تا ای که شما امو عدد تکمیل بکنین، ولی تکبر الله علی ما هداکم، و الله را به بزرگی یاد بکنین به ای که شما را هدایت کرده، ولعلکم تشکرون، و شاید که شما شکرگزار و سپاسگزار باشین. حکم چهارمی است که اجابت دعا و شرایط از اون. مثلا الله متعال در عبادات، مثلا دعا، الدعا هو العباده، الله متعال میگه و اذا سألك عبادی عنی، اگر از تو سوال کنه بنده های من ای رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد من، فانی قریب، از نگاه اعتقادی من بندیم با علم خود، با صفات سمیع و بصیر و علیم و خبیر و لطیف و دیگه صفاتی که هست، الله متعال با انسان چی هست؟ با انسان با این صفاتش نزدیک هست. الله متعال با این صفاتش به انسان چی هست؟ قریب، نزدیک هست. اجیب و دعوت الداع، میگه من اجابت میکنم دعای دعا کننده را، اذا دعانی، وقتی که مرا چی کنه؟ از من طلب بکنه. اینجا ببینین الله متعال ضمیر مفرد استعمال کرد، اجیب، یعنی من اجابت میکنم، من به بندیم قریب هستم، قرب علم و با خبری از حالت از اینا، و قرب الهی را با قریب بودن مخلوق نباید ما تشبیه بکنیم، ما تشبیه نمیکنیم. الله برای ما قریب هست، نه مثل قریب بودن یک مخلوق، بلکه الله متعال با علم خود و با قدرت خود به ما نزدیک است. و اوجیب اینجا نگفته نوجیب و ما اجابت میکنیم، چرا؟ اینجا موضوع اعتقادی هست. الله متعال میگه که تنها ما اجابت میکنم دعوت دعای دعا کننده را، اذا هنگامی که دعانی، اینجا دعانی یعنی از ما طلب میکنن، فلیستجیبوا لی، پس باید الله متعال میگه که
باید این شخصی که از من طلب میکنه اجابت بکنه به احکام من. یعنی اینجا احکام تشریعی نظام اسلام، وقتی که شما عنوانش بود که احکام تشریعی اسلامی که در خلافت اسلامی هست، الله متعال میگه پس اینا باید نظام تشریعی مرا که نظام خلافت است ایره در زمین الله قایم بکنن، ولیؤمنوا بی به من ایمان بیاورن لعلهم یرشدون. وقتی که اینا اجابت کردن و ایمان آوردن و نظام تشریع الله را تطبیق کردن، شاید که اینا به مرحله رشد برسن. خب دیگه حکم دیگه که بیان میشه حکم شبهای رمضان است که مقدار روزه چقدر است و اعتکاف چقدر است. کلش در نظام عبادات است، در احکام تشریعی اسلام. اینجا الله متعال میگه احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم، این بر شما حلال کرده شده هست در شبهای روزه الرفث الی نسائکم، نزدیکیت جنسی با همسرانتان. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. اینجا میگه که همسرای شما برای شما و شما برای همسرایتان مانند لباس هستین. این تشبیه چه قسم است؟ مثلا در تشبیه در زبان عربی است که مثلا ما میگیم که زیدون کالاسد، زید مثل شیر وارست. به این معنا نیست که زید مثل شیر حیوان است. این یک انسان جاهل، کسایی که نمیفهمن و تو شاید بگن، اما در کسایی که زبان عربی را میفهمن و عربهای فصیح هستن و دانشمند هستن، اونا وقتی میگیم که زیدون کالاسد به این معنا که زید در قوت و در توانایی خود مثل شیر است، نه که او را در صفات حیوانی با او تشبیه شود. اینجا هم الله متعال میگه که شما خانم به شوهرش و شوهر به خانمش مثل لباس است. چه قسم تشبیه میکنن؟ یعنی همین قسم که لباس برای انسان سبب چی میشه که انسان عیبهایش پوشیده میباشه و هر قدر انسان لباس خوب میباشه، همین قسم عزتش، حرمتش، شرافتش کلش حفظ میشه، کرامت انسانی از حفظ میشه با داشتن لباس. به این شکل خانم برای شوهر و شوهر برای خانم کرامت از رو حفظ میکنن، ایمانش حفظ میکنن، تقوایش حفظ میکنن. الله متعال میگه که هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی آنان مثل لباس پوشش اخلاقی و ایمانی و کرامتی بر شما هست و انتم و شما لباس لهن مثل پوشش اخلاقی انسانی و کرامتی برای خانمایتان هستین. یعنی وقتی انسان ازدواج میکنه از بسیاری عیبها و گناهها و غلطیها و ازیا خلاص میشه. علم الله میدانه که انکم کنتم تختانون انفسکم، که شما با نفسهایتان قبل از نزول از این حکم خیانت میکردین. یعنی قبل از این بود که کسی که روزه میگیره شب هم باید نمیتونه که با همسر خود نزدیک شود. فتاب علیکم، پس الله توبه شما را قبول کرد و عفا عنکم و از شما عفا کرد. اگر کسی، یعنی اینجا یعنی اگر کسی در شبهای روزه قبلا یا قبل از این حکم این کار کرده باشه، با همسر خود معاشرت جنسی کرده باشه، الله متعال توبه شما را قبول کرد و شما را عفو کرد. فالآن باشروهن، پس حالا شما مباشرت بکنید. وابتغوا ما کتب الله لکم. ببینید اینجا وقتی درباره صحابه صحبت میشه، الله متعال دو نقطه را میگه که اگر صحابه اشتباه کردن توبهشان قبول شد و عفو شد. کسایی که صحابه را توبهشان و عفتشان و پاکی از اینا را قبول نمیکنن، به اینکه آیات کافر میشه، چون الله متعال اگر از اونا کدام خطایی در زندگیشان شده فتاب علیکم، این خطا شده، بله شده، در اونا معصوم، صحابه معصوم نبودن. الله متعال میگه فتاب علیکم، شما توبه کردین، توبهتون قبول شد و عفو عنکم، شما عفو شد. وقتی که عفو شد الله عفو میکنه. دیگرها کی هستن که بخیزن درباره صحابه نقاط منفی بگه. فالآن باشروهن، حالا اجازه هست شما مباشرت نزدیکی بکنید با همسرتان
وابتغوا ما کتب الله لكم و شما طلب بکنید، بجوید و هدف بگیرید آنچه را که الله بر شما نوشته هست. و کلوا و بخورین و اشربوا و بنوشین حتی یتبین لكم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تا ای که خط سفید شفقداغ یا صبح که میگه امو فجر صادق، صبح صادق طلوع بکنه از خط سیاه، امو خط سفیدی که در آسمان معلوم میشه و علامت صبح هست، صبح صادق، من الفجر، صبح صادق. ثم اتموا الصیام الی اللیل، باز شما تمام بکنین روزه را تا به شب. ولا تباشروهن، و شما مباشرت جنسی نکنید با همسرانتان و انتم عاکفون فی المساجد، در حالی که شما در مساجد برای اعتکاف شدین. یعنی حکم برای معتکفین است. یک کسی نیت اعتکاف میکنه در مسجد در 10 شب یا 20 شب اخیر ماه مبارک رمضان، پس برای ای اجازه نیست. تلک حدود الله، ای حدود الله هست، یعنی نظام تشریعی الهی هست، حد الله هست، نظام تشریعی الله هست. فلا تقربوها، پس به این نزدیک نشین. یعنی وقتی الله براتون میگه حلال است، حلال استفاده بکنین، وقتی میگه حرام است به وجه توقف بکنین. کذالک اینچنین یبین الله آیاته، الله آیات و احکامش بیان میکنه للناس، برای مردم، لعلهم یتقون، شاید که آنان تقوا حاصل بکنن. ششمی حکم خوردن مال حرام است. الله متعال میگه ولا تأکلوا، و نخورین اموالکم، مالهایتان را، بینکم بالباطل، در میانتان به باطل. چه قسم به باطل مال خورده میشه؟ و تدلوا بها الی الحکام، که شما بخیزین دلالت و شیطانی و چی بکنین، جاسوسی بکنین برای حاکمان. لتأکلوا فریق من اموال الناس، که بخورین یک تعداد از مال مردم را، بالاثم، یعنی شما بخیزین سر مال مردم در محکمه عریضه دروغی و غلط بکنین و از حاکمان طلب بکنین که این حق ما هست و مال مردم به غلط بخورین و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید. هفتم حکم اوقات عبادت با دیدن مهتاب میشه. مهتاب پرسان کردن، یسالونک عن الاهله، از تو پرسان میکنن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره هلال این مهتاب. قل هی مواقیت للناس، بگو که این مهتاب که از که خرد و بزرگ میشه، این وقت است، وقت سنجی هست برای مردم. و الحج، که این وقت حج خود مسلمان ها و مردم بفهمند. ولیس البر بان تولوا وجوهکم، این نیکی نیست که شما به ان تأتوا البیوت من ظهورها، که شما در وقتی که حج میرین باز از دروازه‌های عقیب خانه‌هایتان بین، مثل که در عصر جاهلیت و میگفتن اگر کس حج خوب میکنه باید وقتی که به خانه خود میاد از دروازه عمومی خانه نبیاد، از پشت سر باید بیاد از اون را. الله متعال گفت که این بدعت های جاهلیتی که شما میکنین این بر نیکی نیست، ولکن البر، نیکی حقیقی برای انسان موحد چی است؟ من اتقا، هر کسی که تقوای واقعی داشته باشه، تقوای فکری داشته باشه، از مسائل غلط فکری، از فلسفه های فکری غلط محافظت خدا بکنه، از اندیشه های غلط، از قوانین طاغوتی غلط فکر خدا نگاه بکنه. این تقوا هست. قلبش از غیر الله پاک و محبت و خوف و رجا و عبادات قلبی داشته باشه، این تقوا هست. تقوای زبانی است که زبان خدا از چیزهای حرام و از سخنهای غلط حفظ بکنه و به چیزهای مثبت زبان خدا عادت بده. عبادت زبانی هست، مثل حمد و شکر و دعا و استغاثه و پناه جستن به الله، و عبادات بدنی که دست و پا و چشم و تمامی اعضای بدن خدا به عبادت الله مشغول بسازه، و عبادت مالی هست که مال خدا بر رضایت الله مصرف کنه و از مصرف بیجای از او دوری بکنه. و ششم تقوای تشریعی است که فقط به شریعت الله ایمان داشته باشه و شریعت و حکم الله را تطبیق بکنه، از دیگه قوانین دوری بکنه. اینی هست میگه که ایس و اتقوا الله لعلکم تفلحون. این قسم تا که
شما فلاح حاصل میکنین. مطلب چهارم احکام تشریعی جهادی هست. نظام جهادی اسلام است که در این آیات قرآن الله متعال در حکم تشریعی نظام خلافت اسلام میگه که فرضیت جهاد است. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، شما قتال بکنین فی سبیل الله با امرای کسی که با شما قتال میکنن، یعنی وقتی اونا مسلحانه با شما می جنگن شما هم با سلاح در مقابل از اونا جهاد بکنین. ولا تعتدوا، لکن تجاوز نکنین. ان الله لا يحب المعتدین، الله تجاوزکارا را دوست نداره. جهاد برای چی هست؟ برای به دست آوردن حق و رد تجاوزات دشمنای اسلام است. یعنی جهاد جنگ قتالی یا دفاعی هست که جهاد دفع میگن. او جهاد دفع کدام یکی است؟ که وقتی کافرها بالای سرزمین مسلمان ها حمله میکرده باشه و قسمت از سرزمین مسلمان ها را میگیره، این جهاد دفع بالای تمام مسلمان ها فرض عین هست. پدر به اجازه فرزند به اجازه پدر به جهاد میره و اینمی قسم هر کسی اینجا باید در جهاد اشتراک بکنه. و حتی 4-5 نفره که اگر یک جای میشن و امیر بالای خود تعیین میکنن و جهاد میکنن، این در جهاد دفع است وقتی که دشمنا بالای سرزمین مسلمان ها حمله کردن. و یکی جهاد هجومی هست که او باز رهبر مسلمان ها به خاطر نشر اسلام از سرزمین خلافت اسلامی به دیگه منطقه ای باز روان میکنه مجاهدین، و ای باز جهاد است که ای فرض کفایی هست. این حال بسیاری کساس خلط میکنن بین مفهوم جهاد دفع، جهاد دفاعی و هجومی. جهاد دفع یا دفاعی جهادی است که ای بالای کلگی فرض است و ای که مثلا پسر از پدر اجازه میگیره، او در جهاد چی است؟ در جهادی که فرض کفایی باشه که سرزمین مسلمان ها به دست کافرها نباشه، کافرها حمله نکردن، ولی مسلمان ها به خاطر چی میرن؟ به خاطر انتشار اسلام و وسعت سرزمین مسلمان ها و دعوت به طرف اسلام اینا هجوم میکنن. این باز فرض کفایی هست که اگر یک تعداد را که خلیفه مسلمان ها روان میکنه و دیگرها می باشن برای اینا اجازه هست. اما در جهاد دفع یا جهاد دفاعی این بالای تمام مسلمان ها فرض عین است که کلگی باید خرد و بزرگ، جوان و پیر همه باید در مقابل دشمن باید اینا فرض عین است که انجام بدن تا زمانی که این دشمن از سرزمین مسلمان ها حرکت براین و تجاوز خود ختم بکنن. و این را مسلمان ها میگه که بالای تمام مسلمان ها از زمان سقوط اندلس بالای تمام مسلمان ها جهاد فرض عین شده. از وقتی که کافرها آمدن سرزمین مسلمان ها که اندلس بود، او را از مسلمان ها گرفتن، مسلمان ها را کشتن و مسلمان ها را راندن و آل به نام چی است اندلس نامش تغییر دادن. در اروپا هست و بعد از او هند هم سرزمین مسلمان ها بود که ایره هم گرفتن و بعد از او فلسطین، و به این شکل از همین وقت ها هست عین از زمان سقوط اندلس بالای تمام مسلمان ها جهاد دفاعی فرض عین شده. واقتلوهم حیث ثقفتموهم، و شما اونا را به قتل برسانین. حیث ثقفتموهم، در هر جایی که شما اینا را گرفتین و یافتین. و اخرجوهم، و اونا را بیرون بکنین. من حیث اخرجوکم، از هر جایی که اونا شما را بیرون کردن. والفتنه اشد من القتل، بعضی اوقات اونا انتقاد میکنن که آیا شما قتل میکنین؟ برشان الله متعال میگه که فتنه کفر، اینجا فتنه کفر است، یعنی کفر و شرک این شدیدتر است از قتل کردن. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، و امرای از اینا قتال نکنین در پیش مسجد الحرام به خاطر حرمت مسجد الحرام. حتی یقاتلوکم فیه، تا زمانی که اونا با شما در اینجا بجنگن. فإن قاتلوکم، از اگر اونا دشمنای الله آمدن در حرم شریف هم با امرای شما جنگیدن، فقتلوهم، باز شما هم اونا را به قتل برسانین.
كذلك جزاء الکافرین، همین قسم جزای کافرها هست. فإن انتهوا، اگر اونا باز دست کشیدن از این تجاوز خود، فإن الله غفور رحیم، پس الله متعال بسیار مغفرت کننده و مهربان است. سوم، جهاد برای چی هست؟ برای ختم فتنه کفر و تطبیق تشریع الهی هست، که نظام الهی که الله گفته که اینی جاعل فی الارض خلیفه، که این خلیفه در زمین الله حکم الله را تطبیق میکنه. جهاد برای ختم فتنه کفر و تطبیق تشریع الهی هست. الله متعال میگه و قاتلوهم، و شما با امرای این کافرها جهاد بکنین، حتی لا تکون فتنه، تا این که هیچ کفر باقی نمانن، کافران باقی نمانن، یعنی قدرت سیاسی به دست کافران نباشن. اما اگر کافر زنده میمانه، در زیر حاکمیت اسلام زندگی کرده میتونه. اما نظام کفری که اساسش یعنی قانونش قانون کفر است، ای باید کاملا محو شود و یکون الدین لله، دین مخصوص الله باشه. دین یعنی قانون تشریعی فقط مخصوص الله باشه و حکم الله تطبیق شود. فإن انتهوا، اگر ای کافرها از این جنایت کفر خود که میخواین نظام سیاسی کفری خود بالای مسلمان ها تطبیق بکنن، اگر از این کار دست میبردارن و در سرزمین مسلمان ها زیر حکم شریعت الله زندگی میکنن، فلا عدوان الا علی الظالمین، پس تجاوز نیست مگر بر ظالما. چهارم، احترام حرمت در مقابل احترام جانب مقابل و حمله بر آنان جواب مثل به آنان است. ما حرمت، الله متعال میگه که الشهر الحرام بالشهر الحرام، درست است ماهای حرام که در این وقت قتال نمیشد، اینا قتال نمیشه در صورتی هست که وقتی در ماه حرام ما احترام کردیم، شما هم احترام بگذارین. و الحرمات و قصاص، در مقابل حرمت شکنی باز قصاص است. وقتی شما در ماه حرام حمله کردین، مسلمان ها در مقابل با شما می جنگند. فمن اعتدى علیکم، الله متعال میگه هر کسی که بالای شما تجاوز کرد، فاعتدوا علیه، پس شما هم بالایشان حمله بکنین، به مثل ما اعتدى علیکم، همون قسمه که بالای شما اعتدا و تجاوز حمله کردن. واتقوا الله، لکن ای مجاهدین از الله بترسین، واعلموا، و بدانین که ان الله مع المتقین، الله به همراه متقیان است. حمله و قتال با امرای کسایی هست که اونا بر ضد شما حمله و قتال میکنن. اما یک زن عاجزی که دیگه اشتراک نمیکنه، یا طفل کوچک است، یا مرد ریش سفیدی که هیچ در این مسائل دخل نداره، در قسمت از اونا انسان باید چی داشته باشه؟ احتیاط داشته باشه. چهارم، اما اگر ریش سفیدی که خودش سهم داره در این جنگ، یا در جاسوسی سهم میگیره، و یا مثلا در کمک های مادی و مالی، و یا هم سلاح رساندن و امکانات و یا تشویق، احیان بعضی ریش سفیدا هستن که مثلا در صهیونستا ببین یک صهیونست پیر هست 80-90 ساله که او را اگر مسلمان ها بگیره، او را نمیکشن، لکن او را ببینن که میخیزه و عسکرها را بغل میکنه و رویشان ماچ میکنه و او را چی میکنه که شما بخیزین، تشویق میکنه که بخیزین قتل بکنین و بکشین. پس این ظالم است. یا مثلا زنها و دخترایی هستن که دریشی میپوشن و خودشان تمرین میکنن و سلاح میگیرن و میجنگن، باز اونجا دیگه با همراه کسایی که تجاوزگر هستن، اگر زن باشه یا پیر باشه، بالای از اونا هم حمله میشه. اما اگر کسایی که مثلا زنها و مردهای کهنسال و زنهای کهنسال و طفلایی که این مسائل چیز ندارن، اینا باز حرمتشان حفظ میشه. خب، چهارمی حکم انفاق از در جهاد فی سبیل الله. الله متعال میگه و انفقوا فی سبیل الله، شما ای مسلمان ها انفاق بکنین، مصرف بکنین فی سبیل الله، یعنی در جهاد غازیار مجاهدین از صلاح و نفقه و مال و خوراک بیدارا کمک بکنین. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، شما خود با عدم انفاق در جهاد خود به هلاکت نپرتین. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه میگفت که
این آیت درباره ما نصرانی انصاری ها نازل شد. انصار میگه در انفاق در جهاد سستی کردن. این آیت قرآن نازل شد که انفاق بکنین فی سبیل الله، مالتان در راه جهاد فی سبیل الله مصرف بکنین و خود در هلاکت نندازین. یعنی اگر کسی مال خود مالدار است در جهاد فی سبیل الله مصرف نمیکنه، در حقیقت خود در هلاکت انداخته. و احسن و نیکی بکنین ان الله یحب المحسنین، الله نیکوکارا را دوست داره. مطلب پنجم بقیه احکام تشریعی در عبادات است. در نظام عبادات اسلام الله متعال احکام دیگی را بیان میکنه. مثلا احکام حج در نظام عبادات اسلام الله متعال امر به توحید در ادای حج و عمره و احکام مربوط اسنا بیان میکنه که و اتم الحج والعمره لله، شما تمام بکنین حج و عمره را مخصوص الله، یعنی این دو عبادت خاص برای الله انجام بدین. فإن احصرتم، اگر شما محاصره شدین و دشمنا مانع شد که شما به حج برین، فما استیسر من الهدی، باز شما هر هدیه‌ای که آسان باشه او را باز بفرستین، که او امو چی می باشه؟ گوسفند است یا گاو یا شتر. ولا تحلقوا رؤوسکم، شما حلق نکنین سرهایتان را. یعنی وقتی که مسلمان ها تصمیم گرفتن که برن به حج، لکن دشمنای اسلام در ایشان استاد شدن و ممانعت کردن و نماندن که حج بکنن، دیگه آل اینجا برشان اینا هدیه میفرستن و میگه حلق نمیکنین، موهایتان کم یا تراش نمیکنین حتی یبلغ الهدی محله، تا زمانی که امو هدیه شما به محلش برسه. یکی هدیه است، یکی قربانی. بعضی ها ایره قربانی میگن، لکن هدیه علایده هست که ای در حالت چی می باشه که وقتی انسان در حصار قرار میگه بازی هدیه را میفرسته. قربانی است که انسان حج تمتع میکنه، باز قربانی میکنه، با هم فرق میکنن. فمن کان منکم مریضا، پس هر کسی از شما مریض باشه، او به اذن من رأسه، یا مثلا زخمی در سرش داشته باشه و باز همین موی خود مجبور شود در این وقت محاصره پیش از اینکه حجش برسه این موی خود کل بکنه یا سر خود تراش بکنه، فدیتون، باز این شخص فدیه بده من صیام، فدیه از باز چی است که یا روزه هست یا صدقه هست یا نسک است یا ذبح حیوان است. فاذا امنتم، پس وقتی که شما در امنیت بودین یعنی نرمال به حج رفتن می توانستین، فمن تمتع بالعمره، پس هر کسی که حج تمتع کرد. حج تمتعی است که اول انسان وقتی که به حج رسید عمره میکنه، بعد از عمرش بالعمره الی الحج عمره میکنه به حج، و وقتی که عمره کرد باز پس لباسهای خود میکشه، خود از احرام خلاص میکنه، باز دمونجا میباشه تا در مکه مکرمه، تا زمانی که چی شوه؟ تا زمانی که امو اشتم ذوالحجه بیایه و باز بالاخره به طرف مراسم فرضی حج شروع شوه. این حال کسی که حج تمتع میکنه باز برزی هم چی است؟ فما استیسر من الهدی، ای هم باید هدیه بده. فمن لم یجد، اگر کس حج نیافت بازی چی کنه؟ فصیام ثلاثه ایام فی الحج، 3 روز باز در حج روزه بگیره، و 7 اذا رجعتم، و 7 روز وقتی که باز به خانه خود رجوع میکنه، تلک 10 کامله، این 10 روز روزی کامل است برای کسی که ذالک، ولی ایش قانون برای کسی هست این حکم، لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، برای کسایی که اهل ازی ساکنین مسجد الحرام و اطرافش نباشن، یعنی به کسای دیگه است که از بیرون آمدن و میخواین اینجا حج بکنن. و اتقوا الله، و شما از الله بترسین و علموا و بدانین که ان الله شدید العقاب، یقینا که الله سخت عقوبت کننده هست. تعیین وقت حج و احکام اخلاقی حج، یعنی در هر عبادت اخلاق باید در پالوی از باشه. احکام وقت حج تعیین میشه که چه وقت است؟ الحج و اشهر معلومات، الله میگه که حج ماهای معلوم دار داره که ذوالحجه و ذوالقعده در این ماه خاص خود است. فمن فرض فیهن الحج، پس هر کسی که فرض کرد در امین ماهای دقیقی که ما و شما مثلا میریم که این ماه حج است، هر کسی که باز بالای خود حج لازم گردانید، یعنی حج سرش فرض شده بود، نیت کرد و حرکت به حج کرد، حالا میخواد حج بکنه،
پس اینجا این مسائل اخلاقی را در نظر داشته باشه. فلا رفث، مباشرت و نزدیکی جنسی و سخنهای شهوانی نگوید. ولا فسوق و فسق، یعنی سخنهای فاسقانه و سخنهای غلط و غیبت و دروغ و جنگ و این سخنها را در جریان که در حج است نکنه. ولا جدال و جدالها و جنگ و قال مقاله، ایره در حج باید نکنه. این مسائل اخلاقی را باید در نظر داشته باشه. و ما تفعلوا من خیر، و هر چیزی که شما از نیکی را میکنین یعلمه الله، الله او را میدانه. و تزودوا، و شما باید با همراهتان توشه بگیرین، یعنی توشه اخلاقی، توشه مالی، توشه اقتصادی و توشه تقوا. این توشه ها را با خود بگیرین. یعنی وقتی انسان به طرف حج میره باید ایمان خوب داشته باشه، تقوای خوب داشته باشه، از گناه های خود توبه بکنه، مصارف فامیل و مصارف حج خود داشته باشه. فإن خیر الزاد التقوا، لکن بهترین توشه چی است؟ تقوا هست. و تقونی، الله متعال میگه از من بترسین، یا اول الالباب، ای کسانی که صاحب قلب سلیم هستین. سوم حکم تجارت در حج است و ذکر کردن الله در هنگام رفتن از ساحه عرفات به مزدلفه و به خصوص در مشعر الحرام. الله متعال میگه لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، بالای شما گناه نیست که وقتی به حج فرضی میرین، شما به حج میرین، در جریان حج شما تجارت هم بکنین. یعنی کسی حج میره، خب مراسم فرضی حج خود ادا میکنه، میتونه که مثلا ای حاجی تجارت هم بکنه، با خود مال تجارتی ببره یا مال تجارتی با امرای خود بیاره. این کدام ممانعت نداره. فاذا افضتم من عرفات، وقتی که شما رفتین از عرفات حرکت کردین، روز عرفه انسان در عرفات می باشه و عبادت میکنه و طاعت میکنه. پس وقتی که حرکت میکنن حاجی ها بعد از مغرب روز عرفه، وقتی که شام آذان داد، نماز شام نمیخوانن، از اینجا حرکت میکنن. فذکروا الله عند المسجد الحرام، باز اینا یاد میکنن الله را، یاد کنین الله را در پیش مسجد الحرام. یعنی نماز شام و نماز خفتن یک جای جمع میشن و جمع تأخیر، جمع دو نماز. مثلا ما شما مثلا بعضی اوقات پیشین دیگر و بعضی اوقات شام و خفتن با هم جمع میشن. در اینجا که از نماز شام در اینجا نمیخوانن، شام که غروب شد، در این وقت غروب آفتاب باید از حج از عرفات حرکت میکنن، میان به طرف مزدلفه. مشعر الحرام، مسجد مشعر الحرام در کجا هست؟ در مزدلفه هست. پس اینال نماز شام خو نخوانده بود، در کجا میرسه؟ وقتی که حرکت کرد به مزدلفه رسید، نماز شام و خفتن اردویشان جمع میکنن. این جمع تأخیر میگن، یعنی از وقت شام تأخیر شد. و نماز پیشین جمع تقدیم کرده بودن، چون نماز پیشین دیگر یک جای در کجا میخوانن؟ در مسجد نمیره در ساحه عرفات میخوانن که او اول نماز پیشین خوانده میشه و بعد از نماز پیشین باز نماز دیگر اردوش یک جای خوانده میشه. وقتی که یک جای خوانده میشه ایره نماز جمع میگن. اگر نماز پیشین دیگر در وقت نماز پیشین خوانین، باز ایره جمع تقدیم میگن. و اگر نماز در حالا که در شام و خفتن در وقت خفتن در مزدلفه در مشعر الحرام میخوان، ایره جمع چی میگن؟ جمع تأخیر میگن. پس اینجا الله متعال میگه که فذکروا الله، پس یاد کنین و عبادت کنین الله را در مشعر الحرام، و اذکروه و یاد کنین الله را کما هداکم، یعنی امو قسم الله را عبادت و ذکر میکنین. یعنی ذکر کلمه است که عام شامل میشه، در ذکر دعا، عبادت، نماز، تلاوت قرآن، اینا کلش در ذکر داخل میشن. اینا کما هداکم، امو قسم که شما را هدایت کرده. و این کنتم من قبله لمن الضالین، اگرچه قبل از شما از جمله گمراه ها بودین. چهارمی حکم رفتن از مزدلفه به منا هست. آل حاجی بعد از که مثلا شب در مزدلفه سپری کردن، روز عرفه شامش که از شام غروب شد حرکت میشن. از کجا؟ از عرفات به طرف مزدلفه. شب در کجا می باشن؟ شب در مزدلفه می باشن. نماز خفتن، شام خفتن در مشعر الحرام خواندن، نماز صبح هم در جماعت در مزدلفه میخوانن. وقتی که آفتاب طلوع کرد،
حاجی ها حرکت میکنن به طرف کجا؟ طرف منا میرن که باز در منا چی هست؟ جمرات است. ثم افیدوا، باز حرکت بکنین، من حیث افاض الناس، همون قسم که مردم ها حرکت کردن، یعنی از مزدلفه به طرف منا برای جمرات و برای قربانی و اینا. اینال و استغفر الله، در این وقت هم شما به الله از الله مغفرت بخواین. ان الله غفور رحیم، یقینا که الله بسیار مغفرت کننده گناه ها و بسیار مهربان است. حکم ذکر و عبادت بعد از ادای مناسک حج. بعد از مناسک حج چی میشه؟ فاذا قضیتم مناسککم، وقتی که مناسک حج ادا کردین، قضیتم یعنی ادیتم، ادا کردین مناسک حج را، فاذکروا الله، همین قسم الله را انوز هم عبادت و ذکر بکنین، که ذکرکم آباءکم، همون قسمی که پدرایتان را یاد میکردین. یعنی در عصر جاهلیت مردم زیاد باز توصیف پدرها را میکردن و افتخار به پدرهای خود میکردن. حالی که شما مؤمن موحد هستین، از این تعصبات و پدر پرستی و رواج پرستی دور شوین، همون قسم الله را یاد بکنین که قبلا در جاهلیت پدرایتان یاد میکردن. حالا فعلا فقط ذکر و یاد الله را بکنین، او اشد ذکر، یا از او که هم زیادتر ذکر الله را بکنین. تا من الناس، پس بعضی از مردم ها هست، من کسانی هستن که یقولو میگن ربنا آتنا فی الدنیا، ای رب ما بر ما بتی در دنیا، و ما له فی الاخرة من خلاق، بر از او نصیب در آخرت نیست. و منهم من یقول، و بعضی دیگری از اونا میگن که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یا الله بر ما در دنیا هم نیکی ها را بتی، و فی الاخرة حسنه، در آخرت هم بر ما حسنه بتی. اینه مؤمن واقعی چی است؟ که هم حسنات دنیا را میخواه و هم حسنات آخرت. این زیبایی اسلام است. یعنی بعضی ها ترک دنیا میکنن، تنها آخرت هم میگیره. این هم در اسلام نیست. خود مثلا لباس خوب نمیپوشن، ازدواج نمیکنن، مثلا روابط اجتماعی خوب ندارن، این در اسلام نیست. در اسلام چی است؟ که این غلط است که کسی ترک دنیا میکنه و ازدواج نمیکنه و میگه ما به عبادت خود تخصیص دادیم. این هم در اسلام نیست. و این هم نیست که مثلا ترک آخرت و ترک دینداری میکنه و تنها مصروف دنیا هست. اونجا هم برشان نصیب نیست. و من الناس، اینجا قبلا دعایت خواندیم که میگه که آتنا فی الدنیا، و در آخرت نصیب ندارن. اما انسان مؤمن موحدی است، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، در دنیا حسنات، ازدواج خوب، خانوادی خوب، مال خوب، زندگی خوب در دنیا هم داشته باشن، و نیکی ها و نعمت های الله را یا الله بر ما در دنیا نصیب بکو، صحت و عافیت و مال حلال، و فی الاخرت حسنه، در آخرت هم یا الله بر ما حسنات بتیم. اینی هست شکل توازنی، یعنی توازن خوب در اندیشه اسلامی، جمع بین حسنات دنیا و حسنات آخرت. و قنا عذاب النار، و یا الله ما را از عذاب آخرت، از عذاب دوزخ نجات بده. هفتم، نتیجه عبادت خالصانه چی هست که کسی خاص برای الله عبادت میکنه؟ اولئک لهم نصیب مما کسبوا، الله متعال میگه برای اینا نصیب است از آنچه که کسب کردن، والله سریع الحساب، و الله بسیار زود محاسبه کننده هست. حکم عبادت در روزهای 11 و 12 و 13 ذوالحجه و جواز 2 یا 3 روز جمره زدن. یعنی این هست که مثلا وقت انسان روز 9 عرفه هست، روز 10 روز عید است که در این روز مثلا جمرات است، و در این روز چی هست؟ وقتی که جمرات زدن، اینال بعد از این انسان مسلمان 2 روز دیگه جمره میزنن یا 3 روز دیگه جمره میزنن، اینجا جایز است. الله متعال میگه واذکر الله، و شما یاد کنین الله را فی ایام معدودات، در روزهای حساب کرده شده. فمن تعجل فی یومین، اگر کسی عجله کرد 2 روز، در 2 روز عجله کرد و بعد از 2 روز رفت و به هتل خود و از ختم کرد، فلا اثم علیه، بالایش گناه نیست. و من تأخر، و کسی که مثلا باز 11 و 12 و 13 هم 13 هم همراه این 2 روز دیگه چی کرد؟ به جمرات زد، فلا اثم علیه، بالای از او هم گناه نیست.
لمن اتقا، البته برای کسی که تقوا داشته باشه. واتقوا الله، و از الله بترسین. و علموا انکم الیه تحشرون، و بدانید که شما به سوی الله حشر میشین. نهم، مقایسه میان انسانهای مفسد و انسانهای مصلح و نیک. الله متعال مقایسه میکنه که مردم و من الناس، و بعضی از مردم، من کسانی هستند که یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، سخنانش در زندگی دنیا بسیار خوش تو میآید. و یشهد الله علی ما فی قلبه، و الله را شاهد میگردانه به آنچه در قلبش است. و هو الد الخصام، این بسیار سرسخت دشمن هست، دشمن مسلمان ها هست. و اذا تولا، چی صفت داره این انسان مفسد؟ اذا تولا فی الارض، و اذا تولا، وقتی که رو گشتان از مجلس شما رفت، سعی فی الارض، سعی میکنه در زمین، لیفسد فیها، در زمین فسادکاری بکنه. و یهلک الحرث و النسل، و هلاک بکنه امو زمین ها را و نسل حیوانات را. والله لا یحب الفساد، الله فساد دوست نداره. و اذا قیل له اتق الله، وقتی برش گفته شود که از الله بترس، اخذته العزة بالاثم، باز اینه بسیار تکبر رو به خود عزت میده با گناه. فحسبه جهنم، الله متعال میگه کافیست برای عذاب جهنم. ولبئس المهاد، و بسیار جای خراب است جهنم. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، بعضی کسای مؤمنین موحدین هستند که نفس خودم میفروشن به خاطر به دست آوردن رضایت الله. والله رؤوف بالعباد، و الله بسیار مهربان است به بنده هاش. دهم، حکم داخل شدن کامل به اسلام و تسلیمی کامل. یعنی انسان، الله حکم میکنه که باید شما تمام نظام های اسلام، تمام احکام اسلام که الاسلام و بدون الایمان و بدون و 70 شعبه، 70 و چند شعبه هست، باید کل از اینا رو بگیرین. الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ادخلوا فی السلم کافه، داخل شوین در اسلام به شکل کافه، مکمل باید مسلمان باشی. یعنی کافه چی مانا؟ که تمام احکام اسلام بگیری. این قسم نه که مثلا احکامی که خوشت نه، مثلا حج سفر است، خوب سفر خوب است و خوراک است و راحت است و مثلا طیاره هست و این است، این خوش داشته باشی و مثلا نماز بخوانیم چی است. اما دیگه احکام اسلام که مثلا موالات مؤمنین و دشمنی با دشمنای اسلام و کفر به طاغوت و مثلا جهاد در مقابل دشمنای اسلام و مبارزه به خاطر احیای نظام اسلام، بازی ها را ترک بکنی. الله میگه این قسم دینداری قبول نمیشه. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، شما که مؤمن واقعی هستین، ادخلوا فی السلم کافه، در اسلام به شکل کامل داخل شوین. ولا تتبعوا خطوات شیطان، از گام ها و برنامه هایی که شیطان های انسانی و جنی ساخته هند، از این مطابقت نکنین. در غیر از شما را کافر و بیدین می سازن. انه لکم عدو مبین، شیطان بر شما دشمن آشکارا هست. فان زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اگر بعد از آمدن دلایل واضح منحرف شدین و لغزش کردین، فاعلموا، پس بدانید که ان الله کس، یقینا که الله عزیز، ذات عزتمند غالب است. حکیم، ذات حاکم با حکمت است که هم در دنیا و هم در آخرت هم حکم میکنه و هم قضاوت و فیصله میکنه. 11، مطالبات بیدینان با وجود فیصله الهی. بیدینان چی میگن؟ هل ینظرون، آیا اینا منتظر هزی هستن، انتظار میکنن الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام، یا ای که مثلا الله بر زنا بیایه در چی؟ در سایبان های از ابرها و ملائکه و ملائکه بیاین و قضی الامر. الله متعال میگه فیصله شده. این تقاضا و انتظارای از اینا، این غلط است که اینا میخواین تقاضاهای بیشتر داشته باشن که الله را ببینه و الله برشان به و ملائکه برشان به. این فیصله شده که الله متعال باید انسان به الله و به ملائکه و به آخرت و به عرش و به لوح و به قلم و اینا به غیب ایمان داشته باشه. الذین یؤمنون بالغیب، و کسایی که دلایل مادی میخواین به شکل مادی مسائل مطرح بکنن، غیبیات میخواین که با چشم خود ببینن، الله میگه و قضی الامر، امر فیصله شده
و الی الله ترجع الامور، به طرف الله رجوع امور میشن. و 12 جزای ناسپاسی را الله بیان میکنه، میگه که سل بنی اسرائیل، بپرس از بنی اسرائیل، کم آتیناهم من آیت بینه، چقدر برشان معجزات روشن دادیم. انسان که کافر باشه و کفر اختیار بکنه، هزاران معجزه هم برش بازم قبول نمیکنه. برای بنی اسرائیل بسیار معجزات آمده بود، حتی آب خون میگشت. وقتی که فرعونی ها آب میگرفتن، بر از اونا خون میآمد. کسایی که ایمان داشتن اونا آب میگرفتن، برشان آب بود. بنی اسرائیل به چشم خود میدیدن مثلا بسیار معجزه هایی که به موسی علیه السلام داده شد، لکن با وجود از او کافر شدن. الله متعال میگه از اینا پرسان کو چقدر برای از اینا چی داده شده بود، آیات و چقدر معجزات برای از اینا داده شده بود. و من یبدل نعمت الله، هر کسی که نعمت الله را تبدیل میکنه من بعد ما جاءته، بعد از اینکه برای این نعمت آمد، فان الله شدید العقاب، الله سخت عقوبت کننده هست. 13 مقایسه مؤمنان و کافران است. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، زینت داده شده برای کسایی که کافر هستند زندگی دنیا. و یسخرون، این کافرها چی عادت دارن؟ مسخرگی میکنن من الذین آمنوا، بالای مؤمنا، والذین اتقوا، و کسانی که با تقوا هستند، فوقهم یوم القیامه، بالای از اینا می باشند در روز قیامت. و این کافرای متکبر زیر قدم ها اما تو ذلیل میشن. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله هر کسی را که بخواد بدون حساب رزق و روزی میده.